زنگ در رو کی زیر کرد؟ کی بوده است زینو؟ نمیدونم. کسی زنگ زد و گریخت. در اینجا خط چه گذاشته است؟ زهرا بیمار شده است. بیچاره حامله است. من باید زود روم. من هم میروم. رفتیم. بخیر باشد الهی. ای خدا، همینش نمیرسید. رفته به تلفن جواب ده. کسی باشد بگی بعد نیم ساعت. شد رفته جواب میده. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. مردنی زینب رو شنیده چطور خرسند شدم. برای مرگ یک انسان نباید خرسند شد. خدایا مرا ببخش. طاهر رو به نهایت دوست می‌دارم. او ریا دوره برین دارم برین کوره تیو برچی دلان چولان پیرو کاله. تو رو چقدر دوست می‌دارم طاهر. چقدر برایت عشق ریزاندم. تو کی بودنم رو ندانستی. مرا نشناختی. مرا دوست نداشتی. اما من تو رو با تمام وجودم دوست داشتم. و بعد از تو دیگر همه میدونستی. و عشقم تنهایی یار شد. در آتش عشقت مثل شمع سوخته آب شدم. بس اکنون باید خودم رو به دست گیرم. طاهر رو فراموش کنم. قشما چی شد اما؟ گریه کرده؟ هیچ. کمی غمگینم باشم. چی شد؟ به همون در آمد؟ با او چی شد؟ چرا گیره میکند؟ شاید با نامزدش جنجال کرده باشد. با فکرم همین خیلی. چند بار گفتم کار نکن، در خانه استراحت کن. چی کار کنم اپای گنو؟ حیات خود و کودک رو زیر خطر میگذاری زهرا. به حالت نگر، تو رو لگت کوب کردند. اعضای بدن زخمدار شده است. زهرا خواهرم، مرا چون اپر میدونی همین طور نه؟ من از شما بدی ندیدم. دایم به من دست یاری دراز میکردید. گوش کن، تو مجبور نیستی که به این ظلم و ستم دقت کنی. به پلیس خبر کن. از اون مخالف خبر شد. با این حال چطور تو رو به کار میفرستد؟ نمیتوانی، یعنی میترسی. شد، گریه نکن. من رفته برای دارو میارم. تو باشی از خانه نبر اومدم. من منتظر شم. ماینا شپا. مگر من به تو نگفته بودم که پایت را به خانه من نگذار؟ سلامتی زهرا خوب نیست. برای کمکش اومدم. تو را فریب میدهی. ما را از هم جدا کردن میخواهی. زنی بیشرم. همین را از خاطرت نبرار که زهرا از من جدا نمیشود. رو از اینجا. چرا شما رو جدا میکردن؟ اگر با او آدم بر این معامله کنی به شما کاردار نمیشود. این طور نکن. اقلا به کودکی در بطنش بوده رحم کن. گناه است. از خدا ترس آخر. دفع شو از خانه‌ام. دیگر تو را در اینجا نبینم. دفع شو. همشیره در خانه‌مون چیکار میکند؟ چرا روجه زدی؟
تو چی به سرمان بلا آوردن میخواهی؟ مبادا دختر رو دیده باشد یا اینکه از فروش مواد مخدر با خبر شده باشد. احوالم بد شد جعفر. من نگفته بودم که دیگر کارش را به خانه من نگذارد. من همشیره جغ زدم. چی؟ تو به بیرون برآمدی؟ شما اخلاطم را خورده ای؟ چرا به بیرون برآمدی؟ تو چی سرم را به بلا گرفتار کردن میخواهی؟ تو اول غمی همسرت رو خورد او رو زدن قریب بود که میکشتند. کی این کار رو کرد؟ آنها رو نمیشناسم جعفر. 2 نفر بودند. پول و مال ها رو دزدیده گریختند. این چی کاری کرده گرد بود؟ نخود پول و مال رو گم کرده باشی. تو چگونه آدمی تشکیلاتی ها؟ چرا همه کارو به دوش زنت میگذاری؟ همسرت رو زدن میگویند تو باشی در فکری پول و مالی. پول و مالی تشکیلات از دست رفت. تشکیلات من رو زنده نمیگذارد، من رو به قتل میرساند. حیاتم رو سوزاندی زهرا. تو مگر انصاف نداری؟ زنت حامله دارد. یک طرفیت به من کاردار نشو. نرس گفتم وگرنه میپرونم. تمام مجده، آرام شو، کاری شدگی شد. میدونم زیخ هستی دیلا دختره، برای بابایت مونی زیخین، اما نصیب و تقدیر بوده است. با دادرت تنها مانده، در دیه تنها زندگی کردن دشوار است. راضی باشی تو را با یک جوانی مومن مسلمان خانه دار کنیم. شما چی ها میگویید ینگه؟ حاجی شکر تو را برای فرزندشون خواستگاری کردن میخواهند. میگویند که بابا ابراهیم هم به این راضی بودند. اگر دخترم دیلا نیز راضی شود هر دو را با هم خاندار میکنیم. او حق است. عمر هم بی صاحب نمیماند دخترم. اگر قبول کنی همه خرسند میشویم. من خاندار شدن نمیخوام ینگه. تو جسدی بابایم رو به چشمانم نبینم او رو مرده حساب نمیکنم. من بی صاحب نیستم. زیرا روزی برادرم یولماز برمیگردند. در نبودن بابایم یولماز مرد خانه حساب می شوم. تا اومدن او خانه دار نمی شوم. آقای شکر و حرمت می کنم، اما گویید از من نرنجم. من ازدواج نمی کنم. من گپم را گفتم، دیگر مجبورم نکنید. دیلا دخترم باز یک بار دیگر فکر کن. جای فکر کردن نیست، قرارم قطعی است. خودت میدانی دخترم. خدا نگهبان. تشکر ینگه گلی. خیر. خدایا لباس های بابایم. بابا جانم. بابایت ابراهیم از طرف خائنان به قتل رسانده شده است. خائنان جزایشان را خواهند دید. آسوده باش. آنها با ما امانت هم. شما هیچ خواطر نشید. البته سلامت باش رافی. تا وقت شما اینجا اصلا خواطر نمیشوم. خیر در پناه شما. سفرتون به سفر بالا. خوش باشید. خوش باشید.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اکنون جسد تو رو هم مثل جسد بابا ابراهیم کسی نمی آورد. نهال؟ با تو چی شده است؟ چرا از حجرات نمی برایی؟ همسر توهیل به خلیبی وفات میکرد است اپا. تو برای همین گیره میکنی؟ اپا بیمار بودنی او را میدانید و باز او را از توهیل جدا میکنید. هم مادرم و هم رو با این کار همراه نکنید. از آن دختر به ما چی فایده؟ شرف مدیا تقدیم میکند. باید با همراهی من کانال باشد. شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. چرا همراه شما؟ اپا شما مادری اون نیستید. تو امروز توهیل رو فریب دادید اپا. حیاتش رو سوزاندید. اگر این طور نمیکردید شاید همه چیز رنگی دیگر میگرفت. تو چی گفتن میخواهی؟ با این کارتون به توهیل ضرری کلان میرسونید. اکنون وقتی اون رسیده است که توهیل حقیقت رو فهمیده حیاتش رو خودش انتخاب کند. تو چی ها میگویی؟ حاضر رفته حقیقت رو به توهیل میگویم. نه نمیگویی. به هیچ کجا نمیروی. نه نباید این کار را کنی. نه هرگز نمیمانم میگویم نمیمانم. به هیچ کجا نمیروی. چی شد؟ هیچ چیز بیسرم. مادر آوازتان بلند برآمد. شما چی جمع میکردید؟ نهال چی گپ است؟ توهیل بیا کمی سیر کنیم. میلش. رفتیم. مادر شلون ضرب مرته وهي حامل؟ عن جد وحش. في كتير ناس هيك يا خالتي. غصون هذا الزلمة مو طبيعي. شو رأيك روح معك يا بنتي؟ ايه تعي معي بسرعة خالتي. امشي. باي انت تعبانة كتير، لازم تاخدها على المشفى. لا تخافي عليها، الحامل دائما بيصير معه مغص، هلا شوي وبتهدى. هلا بتشوفي بعد شوي بتطيب. استني فوتي تخبي جوا. هي الممرضة بدها تجيب لنا وجع راس. ليش ما عم تفتح للباب؟ اوعك تسمعي. هي المخلوقة ما بدي اياها تفوت على بيتي، ما بدي تعرف انه نحن بالبيت، لانه هلا بتلم علينا اهل الحارة. جبت الأدوية، افتح لي بسرعة. افتح الباب احسن لك. عم تقول جايبت لها ادوية افتح لها الباب؟ ما بقدر افتح لها لانه فيها خطورة عليكي، تركيها تعيط بتمشي لحالها. كله منكم انتو سبب جايتها لهون. رايحة افتح لها واتخبى. وقفي يا مجنونة وقفي. اوعك تفتحي لها يا عويدة، هذا خطر عليكي. هاي هلا بحاجة الادوية. طيب بس تنقلع هي من هون وتمشي، انا باخدها فورا على المستشفى. توعدني؟ والله العظيم بوعدك اخدها. لك افتح الباب، افتح لي بسرعة. امشي معي، امشي يلا. غصون شلون بدنا نتركها؟ تعي بدي اشتكي عليه بالمخفى. لا امشي. ستي شو بدك سوزان؟ هي عمتي نهال. ايه عشقانته لعمي طارق وبتحبه كتير. يا بنتي يعني شو فيها إذا حبته لعمك طارق؟ شو نسيتي إنه هو ابن أختها؟ طب لشوف إذا رح تضحكي لما تقري هالرسالة. ها؟ عمتي عشقانته لعمي طارق، هي الرسالة هي كتبت له إياها. شبك تيتا؟ شو صار لك؟ تيتا شبك ردي علي،
عمتي تعي شوفي تيتي. همینطور خاموش نیستی خاله؟ چرا با مادرم جنگ کردید؟ در بینتون یگان نافهمی هست. فهموندنش دشوار است توی. غمگین می نمایی. مادرم تو رو رنجاند. کنی گپ زن از من پنهان نکن. ما برای تو جنگ کردیم. چرا برای من جنگ کردید؟ اکنون وقتی حقیقت رو دانستن رسید. گوش کن توهی. از کجا سر کردنم رو نمیدونم. میدونم که زیخ میشوی اما كل خطط العمليات اللي درسناها وقررنا انه ننفذها هلأ بلشت تطبق كلياتها بنجاح. هالمرة لما اختفينا وما بينا حالنا كانت استراتيجيتنا صحيحة، يعني استخدمنا الملقط وهيك حمينا ايدنا وما حرقناها. بس لهلأ ما وصلنا للنتيجة اللي بدنا اياها، وخطط هالعمليات هي مهمة كتير إلنا. الصراعات السيكولوجية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمذهبية مفروض كلها تتوجه لمصلحتنا. نحن لنضمن نجاح العمليات استخدمنا أهم مؤسسات الدولة، الإعلام المناصر إلنا، منظمات المجتمع المدني، هيئات رجال الأعمال والنقابات التجارية، ومن شان نقدر نخوفهم عم نستمر بعمليات الضغط الدائم عليهم. فضل السياسيين الفوضويين يلي نحن داعمينهم وصلنا البلد لمرحلة ركود سياسي، ونحن بصدد تحقيق هدفنا بتحطيم أمل الشعب. وكل هدول الخطط لو ما كنا نحن معكم ما قدرتوا تعملوها. بس ما بعرف ليش كل الفعاليات يلي خططنا لها بالمنطقة عم تنكشف. انكشفت المنظمات الماسونية، وخططنا مشان الخلافات الدينية والعرقية والعداء بين الدين والدولة، حتى هي ما قدرنا نخفيها عنهم. وانتو هون ما في غير عم بتقولوا المهسترين بحب الوطن والوطنيين المخلصين، يعني ما في جهة عنا ما قدروا يكشفوها، ونحن صبرنا قرب ينفذ. ايه بس لا تستخفوا بالوطنيين المخلصين، لأنه حاليا من الأهداف الهامة بخطط عملياتنا هو إنهاء هالمستهترين بحب الوطن يلي قدروا ينقلوا فعالياتهم من خلال التعليم والحوار من جوات البلد لبراتها. وأفضل شيء إلنا إنه نعلقهم مع عناصر أجهزة الحكم المطلق، والمفروض كمان إنه نوقف بوش فعاليات التعليم والحوار التعليمي. بس يمكن ما ننجح لأنه أنتو كلكن تعرفوا قديش بعتنا تقارير عنهم لأكبر جهاز استخبارات بالعالم، وحتى أني بعتت لعندهم أكبر مساعديني، بس ما قدرنا نوصل لنتيجة. حتى المسؤولين الكبار ما عم يقدروا أنهم يسيطروا عليهم، ولا حتى عم يقدروا يقنعوهم أنهم يوقفوا نشاطهم. يا معلم كل شي عم ينتشر تنفذ حسب أوامركم، حتى أنه تجاهلنا مسابقة اللغة التركية، والكتاب عنا عم يحاولوا بكتاباتهم يرهقوا المواطنين المخلصين. وغير هيك عم نحاول دائما لنوصل من خلال كتاباتنا انه نضاعف الروح المعنوية لهدول البيروقراطيين الشايفين حالهم، وعم نحاول كمان نكتب بالاخبار انه الجهاز الاداري لسلك القضاء الاعلى متقاعس، وهيك نحن منكون عم نحكي دائما عن الوطنيين المخلصين وعم نألف اخبار عنهم. بس نحن هيك عم نزيدها زيادة بشغلة المراقبة والمحاسبة. نحن عم نقول رح منخلص عليهم، بس نحن هيك عم نتشرشح، لا وعم ناكلها كمان. والمفروض هلأ انه نضاعف الثقة بسلك القضاء وبهدول الوطنيين المخلصين، وضروري انه نبلش بحملتنا هي عليهم بأسرع وقت ممكن. واهم شيء انه نخلق عليهم قصص كذبية بشكل دائم، ونحاول انه نظهر كل الوسخات اللي عم يقوموا فيها، ونحاول انه نزيد دائما بهذا الحكي مشان نوصل بالاخير لمرحلة انه نخلي الشعب ما يوثق بالحاكم ابدا، ويوثق بس بالكلام اللي عم نحكيه. ولحتى نوصل لهذا الشيء المفروض انه نزود الصحافة بمعلومات وسخة وغير صحيحة، ونمنع من وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة لأفراد الشعب. بالسنوات الأخيرة ازداد نشاط المنظمات الدينية المؤثرة، ويلي عم يزعجنا انه في رؤوس اموال واشخاص لهلا مانن تحت سيطرتنا. استفيدوا من هالأزمة وحلوا هالشغلة. اسمعوا، انتوا هلا مضطرين تبينوا انكم ممنونين ومطمنين من الدولة الهوية، وإلا نحن عنا خطط A B C D، حتى في عنا خطط احتياطية كمان، وممكن نلاقي مجموعات جديدة نتفاهم معهم وتنظيمات.
منظورشان شد که شما را کشند. حتی قبرم ندارید بابا جان. جنازه همه را میخونده، اما جنازه شما را کسی خونده نتوانید بابا جان. بابا جانکم، کدام ظالم این را به شما رواندید؟ بابا جان. پاپا پاپا شما در اینجا چی کار میکنه؟ دیگر بابایمون رو نمیبینیم اومد. بابایمون ما رو ترک کردن، حتی قبرشون رو نمیدونیم. پاپا شما چی ها میگوید؟ بابایم نموندن، حالا بر میگردن، میبینید انشالله بر میگردن. عمر بابایمون دیگر بر نمیگردن، ما او رو دیگر هیچگاه نمیبینیم. خداوند او رو به نزد خود برد عمر. اپام زنگ میزنم. نیهال با مادرم بد گپ میزنی. اول سبب جنگتون رو با من بگوید. باید جواب دیم کنید. گوش میکنم اپا. چی ها میگوید؟ در کدام بیمار خونه اید؟ مالش حاضر میآیم اپا جان. چی شد؟ چی واقعه؟ حالی مادرم بد شده است طاهر، رو به بیمار خونه بردم. باید زود رویم. رفتیم زودتر. آهسته آهسته. آب دهید. بیا او رو زودتر به بیمارخانه بریم. چطور برم؟ حتی دو تنگ هم ندارم. باید یک رفیقم پول بیارد، او رو انتظارم. این طرف باشد زودتر رفتگی، احوال زهرا خوب نیست. مایلش. در کجایید؟ شما چی کار کردید؟ نه، بار در دستتون ایستد. در خانه موندن خطرناک است. من خودم پولها را میگیرم. زود به باقی نزدیک خانه بیایید. رفیقم پول می آورد. من زود می آیم، شما از خانه نبرایید. دیوانه شدید؟ زهرا را با چی حال آوردید؟ مگر من با شما همین طور کنید گفته بودم؟ یه جنجال نکن، خواستیم برخط مونع شود. حاضر حقیقتتان را با شما نشان میدهم. پوشت را به سرت گیر. این کار شوخی نیست. پول تشکیلات را دزدیدیم. اگر فهمند همه ما را آتش میزنند. فهمیدی؟ سود اکران واهمه نکن. غیر از خودمان کسی دیگری نمیداند. در بینمان میماند. فهما؟ به این هم بار آخر است. تنی پولها را به من ده. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. بارها رو فروشیم جعفر؟ نه، پنهان کنید. کمی بعدتر بعد میفروشید. پولی تشکیلات رو برای خودش دزدیده است. خاینی نابکار.
زودتر میهون. دیدی گلشن بیبیت رو زد کردی بیمار شد. چرا منو گناهگار میکنید؟ و همش امینی حالم گناهگار. و من نیگر گلشن اگر در باره اون مکتوب باقی طاهره یا با یگان کسی دیگر یگان چیز گویی تو رو به نزد مادرم درت میفرستم دانستمان. شد نمیگویم. خدایا توبه. یا من باقی توی عاشق شده باشم. به من وعده ده. قسم خور. اما من رو به حالم گذاره. وگرنه به پدرم میگویم. اپا با مادرم چی شد؟ نمیدونم. به شیبه احیا برده سکته دل شده است. حاضر من رفته از احوالشان با خبر میشم. من دکترم، ممکن است به نزد بیمار درایم. کنی با من بیا. تو برای چی میوایی؟ راو گوش کنی حال. تو چی کار کردن میخواهی؟ خواطر نشوید. با تو حقیقت رو نگفتم اپا. این سیر بینمون میموند. کار خوب کردی نهایت. لیکن سری خودت رو به طاهر گفتی یا نه؟ کدام سیر رو اپا؟ به طاهر عاشق شدنت رو میگویم. من شما رو نمیفهمم. مکتوب های به طاهر نوشته‌ات را در نظر دارم. مکتوب؟ چرا این کار را کردی نهان؟ ها؟ تو چه حق داشتی که به او عاشق شوی؟ آخر تو رو خالش میداند. من پول آوردم رو خیست رو با بیمار خونه میبرم. در کوه بیدی گفتنی شخصی بود. جانشینی دستی راست سینام. یک روز معلوم گشت که بیدی پولهای تشکیلات را می‌دزدیده است. آن خائن را چنان عذاب شکنجه دادند که صدایش تمام کوه را فرا گرفت. مرگ برایش راهی نجات شد. کاری من با بیدی چی؟ چرا این را با من نقل میکنی؟ نقل میکنم زیرا خائن بودنت را میدونم. کسانی که به زهرا هجوم کردند رفیقان خودت بودند. تو باری تشکیلات را دزدیدی. چرا با من این طرف کردی جعفر؟ تو دل داری. آخر من همسری تو میشوم جعفر. تو من را تعقیب نمودی. خیانتکاریت را با چشمانی خودم دیدم. کنی گپ زن. اکنون چی کار میکنی؟ جعفر اگر تشکیلات از کارت با خبر شود تو رو پوست میکند. خواهرم مژده از برای خدا به هیچ کس نگوی. من غیر از جعفر دیگر هیچ کس ندارم. البته برای شما همه چیز آسان است. باید چیکار میکردم؟ برای راحت جانم نکردم. در این شهر کلان ناچار مونده اسیری تشکیلات شدم. لیکن تشکیلات به وعده‌اش وفا نکرد. مرا به هر گونه جنایت همراه کرد. جعفری پیشینه نیست. این شما او را خائن و ظالم کردید. مژده خواهرم التجا میکنم به کسی نگو. پولها رو هم گرفته بر. فقط در این باره به یگان کس نگوی. مایلش زهرا گریه نکن. به هیچ کس نمیگویم. چی گپ است؟ به پلیس خبر دادند؟ آنها من در همین خانه. پلیس به همین جا میآید. چی گفتی؟ پلیس؟ سبیل ماند من اکنون چی کار بکنم؟ با تشکیلات چی بگویم؟ لارا با شما گفته بودم که به بیرون نبرو. اکنون چی کار میکنیم؟ کجای در را؟ خدایا مرا دستگیر میکنم. زودتر گریز از در خفا برو. من یگان جای رفتن ندارم. مژده یکی ما زودتر گریز. اگر تو رو دستگیر کنند سرمون با بالا میماند. رو زودتر. چی خبره توانی از اینجا دورتر رو. جعفر ارکی؟ منم آقای محمود. از شما شکایت کردم. تو همسر حاملتان را میزده. من نیکو. با خدا که دروغ است. خدایا توبه. این زن مرا تهمت کرده است. او دروغ میگوید. از زنش پرسید. همسرتان کجا؟ در خانه است. او را دیدم ممکن؟ مایلش جناب. مرحمت دارید از خودش پرسید.
زلال تو هم بیا. مایلش. گلشن مادرم در کجاست؟ انا در آنجا مثل هر وقت جنجال میکنن. چرا جنگ میکنن؟ امای نیهالم گناهکار. یعنی چی؟ آخر امای نیهالم سبب بیمار شدن بیبیم شد. امای رو بیان باشند از هر بزرگ رو سرزنش میکنند. خالای نیهال؟ بله خالای نیهالتون. لیکن نمیدونم برای چی من رو گناهکار میکنند. تو با اکای توی درباره چی گپ میزنی؟ اکنون گپ زدن هم ممکن نبود است. گلشن هرچی خواهد کردن گیرید. بیزار شدم. مادر مگر سببی به این حال گرفتار شدن بیبی هم نیهال است؟ این گپ رو از کجا برآوردی طاهر؟ مادر بگوید این گپ راست است یا نه؟ مادر گپ زنید. نیهال چیکار کرد؟ هیچ کار نکرده است طاهر. تو به گلشن باور نکن. او حالا خورده است. هرچی گفتن میگیرد. در اینجا چی گپی هست؟ چرا با نیهال جنجال کرده؟ نیهال مادرم را زیق کرد در مسئله خانواده و شویش. بله تو این گپ ها را مون درباره بیبیت یگان چیز فهمیدی به او چی شده؟ فهمیدم مادر. بیبی هم سکته دل را از سر گذرانده. باید او را احتیاط کنیم. واریدانش را برداشت کرده نمیتواند. نیهال بگویید خانم بار دیگر میپرسم شوهرتان شما رو میزند؟ نه شوهرم ما رو نمیزند. معلوم است که میزند. بینید بیچاره به چه حال افتاده است. گپ زن زهرا گپ زن. نترس گپ زن. آخر او چی را به شما گوید؟ نو خود در نزدی در افتید. یعنی یگان شکایت ندارید؟ نه شکایت ندارم. این طور باشد ما کاری کرده نمیتوانیم. رفتیم. ببخشید که شما رو بیهوده تشویش دادیم. نمیفهمم چرا او رو حمایه میکنی؟ مرا هم فهمیده په. این کاری آسان نیست. او را جزا دادن نمیخواهم. چی کار کنم؟ دیگر علاجی ندارم. ناعلاجی مشکل است دخترم. بیا روز به بیمارخانه می رویم. دیگر شوهرت رو گوش نمی کنن. با قدری زند بیر از جعفر. اگر گپ می زد کسی رهایت نمی کرد. زود ماشین بیار او رو می بریم. خوب مایلش. تشکر اپای گونم. خدا از شما راضی باشد. اگر شما نمی بودید نمیدانم چی کار میکردم. زهرا با تو چی گویم آخر؟ انا ماشین هم آمد زهرا. کنی خیز میرویم. کنی آهسته. آفرین. برفی آهسته. این برفین است. با خدا که برفینم است.
این شناسنامه برفین در اینجا چیکار میکنه؟ نه شما خطا کردید. نامش مژده است. مهمونی ما بود. به فکرم هنگامی برآمدنش افتانیده. گناه برفینم را یافتیم. تو چی ها میگویی زیاد؟ آخر اینجا خطیچه نوشته شده است. خطیچه نوشته شده است، اما این رسمی برفین است گنول. دخترم از برای خدا راستش رو گوی. این دختری من، نامش برفین است. نه خود به خدا اپا نامش را مژده گفته بود. گوش کن دخترم، برفینم در خطر است. هم خودش هلاک می شود، دیگران را هم می کشد. ایکش جا می کنم. گبزم به کجا رفت؟ در شهر کسی ندارد گفته او رو به خانه راه دادیم، اما پلیس را دیده گریخته رفت. آه برفین، آه باز به کجا رفتی؟ او را ندیدی؟ نه دختری من از نامش برفین. نمیشناسم. برفین، برفین در کجایی دخترم؟ برفین در کجایی؟ دخترم جانکم در کجایی؟ شرف مدیا تقدیم میکند غیر از قرار دیگر کسی رو نمیشناسم در شهر. باید او رو یابم، دیگر چاره‌ای ندارم. فروشنده، اون فروشنده به من کمک میکند. سیرم پر شد. اگر توهی فهمیده باشد من دیگر چیتر برای نگاه میکنم. لابا یکم اومدنت شرط نیست. چرا فهمیدن نمیخوای؟ آخر اومدنت شرط نیست گفتم. التماس اکرم یک رلی نکن. من رو به حالم گذار، من تنها بودن میخواهم. چرا خالای من اینقدر زیخ است؟ توهی؟ اگر برای بیبیم زیخ شده باشی دکتر گفت که حالش خوب است. امروز جواب میدیم. خدا را شکر. از رفتارت معلوم است که چه مشکلی داری. اهمیت نده، همش میگذرد. ببخشید ناراحت کردم. خانم زیلال، خاله زیلال، خدا شفا دهد زینب. تشکر خاله زیلال. خانم زیلال شما در اینجا چیکار میکنید؟ من برفینم را، دخترم را میجویم. آقای حمید. شما در دهه ما همشیره نبودید؟ بله همشیره بودم. همشیره. خدا شفا دهد، شفای کامل. تشکر خانم زیلال، سلامت باشید. آنی را بینیده همشیره ما آمده در شهر در یک بیمارخانه کلان کار میکند. به من توهیر لازم، به او کاری مهمی دارم. بیبی طاهر سکته دل شده است. نه خود شاید در شعبه احیا باشد. بله در همون جایم. تشکر، خدا شفا دهد زینب. تشکر خانم زیلال.
من شما رو نمیفهمم. همیشه جنجال میکنید. با شما چی شده است؟ سبب چیست؟ مهم نیست توحید. گوش کنی حال. بیبی هم از نمی مرگ برگشت. موضوع خیلی مهم بود است که قریب به قیمت جان بیبی هم برابر میشد. نمیخواهم که شما پیوسته جنجال کنید. شاید راه حل این مسئله را هم راه بیابید. نه، گفتم که مهم نیست. خودمون حل میکنیم. خیر میل از خودت میدونی. تنها میخواستم که با تو کمک کنم. توحیر با خیر است خالای زیلو. شنیدم که خانم مقبوله بیمار شده است، راست؟ بله خالای زیلو، لیکن احوالش خوب است. شما خواطر نشوید. خوب، خدا شفا دهد نهاد. تشکر خالای زیلو. پسرم به این نگر. آخر این برفین است؟ بله برفین است. دختر در اینجا چی میکوبی؟ کنی بدرون درو برادر کجاست؟ نزدش رفتن میخواهم. آنجا رو تر کردم. پلیس از پیمان شده است. همه به هر طرف گریختن. با اون خونه برگشتن نمیتوانم چون که پلیس با خبر شد. دیگر علاجی ندارم. اگر مجبور نمیشدم او رو نمیگفتم. التماس با او گوید آمده مرا بره. این حال پلیس ما رو میکوبد. تلفن ها رو گوش میکنن. هوا که تاریک شد تو رو به نزدشو میبرم. تو در همینجا پنهان شو. بگاه میرویم. فهما؟ دستانش را ببست. شما چی کار کرده ایستادید؟ چی کار من گناهی ندارم. بره دورا خاموشی. از من چی میخواید آخی؟ من گناه ندارم. نخواه شما منو نفهمید. ایستد آخی. آخی من میگویم که گناه ندارم. بله شما را گوش میکنم آقای طاهری. ما سراغ برفین را یافتیم آقای کمیسر. شما حالا در کجایید؟ حالا من در یک عملیاتم. کارم را به آخر رسانده می آیم. کیست در آنجا؟ مرا به جایی که شناسنامه را یافتید برده میتوانید خانم؟ البته میتوانم. اما دخترم گریخته است. آنها در کجا بودنی برفینم را نمیدانند. از روی آن که به آدمان تشکیلات جای خواب میدهند، آنها هم به تشکیلات همکاری دارند. باید جای برفین را دانند. زهرا حامله دار است. دختری خوب است. او را تشویش ندهیم میگویم. خالای زلو، شما بهترش فکر دخترتان را کنید. زیغ نشو زیلو. به زهرا ضرری نمیرسد. همه‌اش گناه شوهرش است. با این رو زهرا هم از او خلاص میشود. من به شما سراغ رو میدیم. طاهر پسرم تو هم میایی؟ نه من باید در اینجا مانم. خالای زلو شما روید. وقت را از دست ندهیم خانم. زود باید رویم. تا بازدید. تا باز. خیر من رفتم. مرحمت خواهم. خانم مقبوله رو از شوبه احیو میبرونم. مایلش میرویم.
بیاید بچه ها کنی زود باشید. اکرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو میجستم نیحال. بعد تو چی شده است نیحال؟ برای مادرم زیخ شدم. بعد تو گفتم که میخواهم تنها مونم. باز چرا اومدی؟ چی برای آمدنم باید اجازت میگرفتم؟ تو نامزدم هستی. با تو آخوردنم یک چیزی مقرری است نیحال. گوش کن اکرم، این رو به تو بر وقت گفتن میخواستم، میفهمی؟ اما نصیب همین روز بوده است. من حق ندارم که تو رو فریب دهم. اکرم من خطا کردم. ما با هم موافق نیستیم اکرم. ما باید جدا شویم. تو با من چون رفتار کرده نمیتوانی. ما هیچگاه جدا نمیشویم. مرا فهمیدی؟ تو هر چیزی که نگویی ما جدا نمیشویم. منم تو رو میجوستم نیها. بیبیم رو جواب میدیم. خیلی خوب. تو چی گریه کردی؟ نه توهیل نه. این جوان کیست؟ نامزدم بود. اینش باز کیست؟ نمیدونم چی مقصد داری، اما از من به این زودی خلاص نمیشوی نیحال. حالا تو من رو خوب نمیشناسی. نیحال بیبیم رو از شوبه احیا برآوردم. بعد یک چند وقت به خانه می رویم. آروم شوید مادر جان، التماس آروم شوید، خودتون رو عذاب ندهید. به خانه می رویم پسرم؟ نه مادر، حالا نمی رویم. نیحال بیا درو. خدا شفا دهد مادر جان. تشکر. من رفته از دکتر روی خطی داروها رو میگیرم. از این پس من تو بر این دختر ندارم. مادر جان آروم شوی، آخر به شما عصبی شدن ممکن نیست. کدام عقلت به او مکتوبی آشکانه نوشین یه حال؟ حیفی تو بر این فرزند. مادر جان اجازه دید همش رو فهمیدم. چرا بفهمونی؟ چرا؟ مکتوبی ننگاورت را خواندم. از برای خدا داد نزنید، یکون کس میشونم. مادر جان بس کنید آخر یکون کس میشونم. چی شد؟ چی واقعه؟ خوب هستی؟ نه هیچ چیز نشده از پسرم، خوبم. آغوزتان رو شنیده خواطر شدم. این از آنی من است. خیر من به خونه میروم. بیبی چی شده است؟ چرا اینقدر جنجال میکنید؟ چیزی مهمی نیست، در هر اویله خیتسا میشوند. پس چرا شما از من پنهان میکنید؟ مسئله بین زن هاست، تو اهمیت نده پسرم. لیکن مکتوبی ننگواری گفته هاتون چیست؟ چه مکتوب؟ من مکتوبی ننگوار گفتنی بیبیم رو شنیدم. نه پسرم تو خطا شنیدی، باور کن خطا شنیدی تایر. با فکرم من حالا پیر نشدم که خطا شنوم. مکتوب آمده است. مکتوب اما کیروفه مکتوب آمده. اما کیروفه بیا مکتوب
از کی اومده است علی؟ نامش رو ننوشته است. با فکرم از پدرت است. شاید اپم باشد. بیا کنی خونم. بیا بیا بیا. ای را ف با پو این چه خیلی حسنی خط من خودت گرفته خون. آقای را ف با پول احتیاج دارم. کارم چی؟ احوالم خیلی وزنین است. از این بدتر شود. با من کم پول فریست. چه؟ اگر نفرستی با ده برگشته همش را با حمید میگویم. نهاد گفتی؟ بله اما مکتوب رو نهاد نوشته است. شاید خطا خوندی. کنی یک بار دیگر خوان. با خدا درست خوندم اما نهاد. نهاد ای خدایا توبه. نهاد نامد در گور. نهاد دیلو قربانت شوم. بس کن دخترم دیگر گریه نکن. خودت رو عذاب نده دختر. بله دیلو ینگه گلی راست میگوین. رز رشته با خود دیو. خدا جایشان رو جنت گرداند. بابا انسانی خوب بودند. خیر نصیبشان همین بوده است. همین دونه ینگه. دیلو او بس از گریه نکن. چطور گریه نکنم قیزبان؟ اقلا جسدشون رو میافتید، جنازهشون رو میخوندن. خدای خودم نما کمک کن. قیزبان خاموش دخترم، من او رو آرام میکنم. دخترم کی میداند شاید بابایت نمرده باشد. آخر جسدش رو نیافتند. کشتنش رو کسی ندیده است نمیداند. بله راست. با خدا ینگم راست میگویند. اگر مرده باشند جسدشون کجاست؟ بیا دخترم خیز. دست روی ادراش با خودت بیا رفتیم. خیز آرام شو. بیا بیچاره دختر، خدا کمکش کند. آخر از دستمون چی میوید؟ کنی با بیرون برایت. چی شد رافی؟ چی میپرسی؟ گفتم را اجرا کن و بیرون برا گفتم. بخیر است آقای رافی؟ و شما چی شد؟ یا اینکه بیمار شدید؟ چی خیل بیمار؟ تو با من چی خیل گم میزنی؟ کنی با بیرون برا. مایلش فرما برامدم. بخیر است اما که رافی یکم واقعه شده است یا بیمار شدید؟ نه شکر خوبم. کنی همین را تو با من خون. دخترم کنی گوی در این مکتوب چی نوشته شده است؟ مرحمت آقای رافی. پول میخواهد. اگر پول روان نکنید آمده به عمک حمید همش رو میگوید. مکتوب رو نهاد نوشته است. یعنی که درست است. این نهاد کیست عمک رافی؟ سالهای پیش در ده هم زندگی میکرد. دیلا دخترم درباره این مکتوب با کسی نگوی. مایلش آقای رافی. آقای رافی منم شما را میجستم. مکتوب آمده بود گرفتید؟ گرفتم. گرفتید؟ کی نوشته است؟ کارت چی؟ از یک شناسی دیرینم. از کی گرفتی؟ مرحمت آقای شهباز. تشکر دیلا. زیغ نشو دخترم، زیغ نشو. دیگه از دکتر یکون خبر هست؟ نه آقای شهباز. توبه انا دیدی نامزدش رو بهانه کرده نقطه تیبی رو پرداخته رفت. اگر یکون کس بیماری وزنی شود چی؟ مگر این رو بی‌مسئولیتی نمیگویند؟ من همین جویم، خواطر نشوید. درست. خیریت تو هستی. این خانم زلال نمیتونه در کجاست؟
خالای زلال هم به انقره رفتند. خیر در انقره چیکار داشتند؟ به جستجوی برفین رفتند. گوش کن دیلا، مگر در انقره در یک شهر کلان برفین رو افته می شود؟ توبه نمی شود اپا به خدا که در کجا بودنی دخترتان رو نمیدونم. رفتیم خانم، راه گردید. تو را گوش میکنم جعفر. با خدا که نمیدونم. اگر میدونستم البته میگفتم آقای کمیسر. ما رو مجبور نکن جعفر، خواهی نخواهی گپ میزنی. میدونه که در آخر حقیقت معلوم میشود. بیا یک دیگر رو خسته نکنیم. با خدا که نمیدونم، نمیشناسم آقای کمیسر. آخر من این دختر رو حتی نمیشناسم. در راه بخوردم سرگردان بود. کسی رو نمیشناسم گفت. از دیها آمدم گفت. دلم به او سوخت. به دستی قلابان نافتد گفته او را به خانه آوردم. من از کجا دانم که او یکی از سلاح به دستان بوده است؟ یعنی دختر را در کوچه یافتی؟ یگان دروغی بهتری بافتن نتوانستی؟ یا این که مرا ابله گمان میکنی؟ تا گپ نزنی از اینجا نمیبرایی. با تشکیلات چه علاقه داری؟ مژده را به نزد چه آورد؟ او در کجا خودش را میترکاند؟ مژده در کجا پنهان شده است؟ همش را یک به یک گپ میزنی. فهمیدی؟ گنی سر کن. پول هم ندارم. مجبورم که اکنون در یگان جا کار کنم. در کجا بودنی دخترم رو فهمیدید آقای کمیسر؟ پرسشی دامه دارد. هنوز به گم ندار آمده است. اما با فکرم در کجا بودنی برفین رو نمیداند. بیکس و تنها در این شهر چیکار میکنه؟ از گرسنگی میمیرم. من از روی اعلانی کار آمدم. با من بیایید. در اینجا انتظار شوید. یک روزی صبحمون را برابر خواهیم کرد. قصاصی عزیزانم را از تو میگیرم. حاضر می آید. خوش آمدید. خوش باشید. من کار میکوبم. فهمه شناسنامه معلوماتنامه از جای زیست و باز دفترچه مهنتی اتان را باید بیارید. فهمیدم. من رفته حاضر میارم. مایلش آیسته بیایید مادر جان. بیایید مادر جان. انا همینطور. استید مادر جان، بالشت رو مورم براحت تر می شود. تشکر دخترم.
بیبی جان شما صحت شدید؟ بیبیت رو به حالش گذار. کنی به حجرت رو. خدایا توبه، باز چه گناه کردم؟ رو گفتم. گپ زدن هم ممکن نیست. طاهر گفت که این رو باید نوشید مادر جان. از نظرم دف شو. مادر طاهر در آشخانه است میشنود. تو با کار من دخالت نکن رو بیا. من تو بر این دختر ندارم نهال. مادر ندارم تو بس طاهر. شما از حد گذراندید. با شما چی شد؟ به خود بیایید مادر جان. نهال جنجالتان بعد هوای خونی تبدیل یافت. چرا چی بودنش را با من نمیگویید؟ پسرم این یک مسئله بین زن هست. خودمون حل میکنیم. نهال با کجا میروید؟ با مکتب. در این وقت در مکتب چی کار داری؟ در خانه نشستم نمیخواهم طاهر. بیزار شدم. تنها بودن میخواهم. ایست آرام شو. از تو یک چیز میپرسم جواب ده. چرا تو رو اینقدر عذاب میدیم؟ برای یک شخص رو دوست داشتنم. او همون جوان است؟ نه او نیست طاهر. من شخصی رو دوست میدارم که نباید دوستش دارم. از کی رو دوست میداری؟ دخترم تو شناسنامه نداری؟ شناسنامه هم رو چیکار میکنه آقا؟ آخر من تنها کاسه و طبق میشه. نمیشه دخترم نمیشه. التماس من گرسنه. نه وزده اومدم. نه پول دارم نه جایزی. اقلا یک دو روز کار کنم وگرنه از گرسنگی میمیرم. نمیشه گفتم کو. مایلا یک چند روز کار کن. خدا هست شما روزی باشد آقا. بچه ها عیبدار شونده ها جعفر، زهرا و عباس مژده را می شناسند اما به کجا گریختنشان نمی دانند. مژده در انقره تنها یک شناس دارد. این شخص با لقب قره عارف تکین است. شنیدیم که قره به خارجه گریخته است. حالا دخترک فدایی خودش تنهاست. ما از نقشه و تحریزی آنها بیخبریم. نمیدانیم که بمب را کی و در کجا به کار می‌دارند. خلق عادی را از زیر زندانها رها خواهیم کرد. در برابر این کارها ما نباید پاداش انتظار باشیم. باید تنها به خلق و وطن خدمت کنیم. رسم و آیین ملی و دینی ما که نماز صلح و آسایش یک چرا نگاه کردم ببخشید آقا. بالا دانید و با تمام نازکی ها آنها را تشکیل نمایید. خودم این طور باشدم. در برابر این بین قوم ها و خانواده ها در فهم را جاری نمایید. زیرا آیله سرچشمه همدلی و همدلی هاست. از این رو ما باید به همدلی مردم و حکومت کوشش نکنیم. برای عملی گشتن آن شرایط زیادتری را فراهم آوریم و میخواهم. جناب در حقیقت موضوعهای روزمره را مبرزی برای این قرار کنید. پلیس یا خبری دارم. خوراک تیار است زیاد. من اشتها ندارم گناه. تو باز گریه کردی.
دیگر چیکار کنم گلو؟ البته میگیریم. گریه نکن، زیق نشم. پلیس البته دخترت رو مییابد. مییابد، اما در کدام ها؟ زنده یا مرده؟ این طرف نگو زیدال. دلم گواهی میدهد که یگان واقعه میشود. طرفخانه همین است. دقت جلب نکنید. خوب شده سردارم. شما با ما خبر داده؟ بله. دختر در کجاست؟ در درون است. مایل است. آن طرفش رو ما خودمون پاک کنیم. وای دختر چیکار نکنی؟ با دقت باش. با دقت باش. خوب شده است. با این طرف رفت. برفین ایستا. ایست برفین. زود به مرکز خبر رسان. منطقه را محاصره کنند. خوب شده سردارم.
هیچ از پول سیر نمی شود و تکنون دیگر یک تنگم نمی دهم. رافع چی شده؟ چرا داد میزنی؟ هیچ چیز. از دیروز باز در خانه نیستی. خواطر شدم. در کجا بودی؟ دیگر در کجا می شدم؟ از پس کار و بارو چاروا. چی؟ به تو حسابات دهم؟ آرام شو رافع. به غضب نیا. به فکرم تو یگان مشکلی داری. بعد آمدن اون مکتوب تو خیلی تغییر یافتی. کنی رو از اینجا مرا گرنگ نکن. به این هم جانم در نوک بینیم. رب یگان چیز تیار کن. مایلش حاضر تیار میکنم. بعد یک لحظه دسترخوان تیار میشود. با خدا که این بیناموس مرا نابود میکند. اگر پول را ندهم بدی همه آید. اگر به حامد گوید من مردم. مرد رافع. ده همون خیلمانده هست خانم. تنها نوآوری همین که رئیسی ده همون شعباز دستگاه برقی رو تعمیر کرده و ده روشنی آورد. همون هم با کمک دکتر. شما چرا به ده برنگشتید؟ دیگر رفته نتوانستم. اما ده رو هیچگاه فراموش نکردم. همسرتون چی حال دارن؟ خیلی انسانی خوبن. انسانی خوب بود اما در وقت تولد علی خدا جایشون رو جنت گرداند. نمیدونست. آمین. خدا جایش رو جنت گرداند. خواندنی تو رو آرزو داشتند. میدونم. من هم آرزوشون رو به عمل آوردم. روحشون رو شاد گرداندم. صبح بخیر. صبح بخیر خالای زینب. صبح بخیر خانم زیلو. بیایید. چی حال داری زینب؟ تشکر خوبم. بیا زیلو بیا. نه شما رو ناراحت کردن نمیخواهم. من به نزد طاهر آمدم. به مکتب به نزد خاله‌اش رفت. خیر من روم. خدا شفا دهد. ایستا من هم میروم زیلو. زینب اگر یگان چیز لازم شد مرا جیغ زن. مایلش. خدا شفا دهد. تشکر خانم گنول. تشکر. آنها با تو دعوای خونی نداشتم مگر؟ داشتند. از روی شنیدم شوهرت یا پسری حامد را کشته است. مناسبتتون خوب است. به فکرم دعوایتان به آخر رسیده است. دعوای خونین مثل مار است. پنهان میگردد. که زهر زدنش معلوم نیست. و همش برادری حامد رافع گنه‌کار است. برفین زنی او نشوم گفته از دیه گریخت. به دستی سلاحداران افتاد. دختری بیچاره از مردن هم بدتر شد. و همش تو گناهکاری. آخر من چی گناه کردم؟ این هم دهی من گفته او را به کار آوردی. 2 روز است که نمیتابد. اکنون ما چکار میکنیم؟ داد نزن یگان کار میکنیم. چی خیلی یگان کار میکنیم؟ در اینجا چه گپ هست؟ همدهی او امروز به کار نبر آمد دوستا. این خدر کار را کی میکند؟ یگان کارگری نمیابیم. کنی از پای کارتان شوید. شاید ما رو بکار گیرن مگر در سخنان زنها رو بکار میگیرن این خیلی نمیشود